I heard about Yas, an Iranian rapper, who allowed us into his world. I was very curious. شب جمعه هوا سرد توی خونه کاهگلی همه جمع زن و مرد و بچه با پیر و جوون دو شکر بغل هم مامان چیده بود بر بچه های مدرسه ای شاد که دیگه فردا رو بیدار نمیشن ز خواب بابا بزرگ بچه ها داشت فکر میکرد تسبیح توی دستش ذکر میکرد دفعه همه چی به هم ریخت زمین خدا با اون عظمتش لرزید. این همه جوان الان بیرون همین درن، برین از تک تکشون سوال بکنین، همشون بگین اشغالاتون چیه، کاری که میکنین، خوش میگذرونین چیه. دقیقاً فکر کنم همون اشغالایی بشه که من تو فیلم‌ها از جوانای آمریکایی میبینم. جوانای ایرانی خیلی میخوان. ولی یه چیزی هم بگم، به نظر من مملکتی خوبه، یعنی که راحتن مردم، خب که مردمش تو رفاهن، یعنی مردمش دارن راحت زندگی میکنن، راحت داره زندگی میکنه. مثلا یه نفر با فکر باز اومد مثلا فلان چیز رو اختراع کرد، خیلی هم به درد مردم. همون حرفی که من اول زدم، فکر آدم اگر باز باشه خیلی کارا میتونه بکنه. اینه درد رپ دوست داشت، رپ گوش میکرد. منتها خب موزیکای رپی که اون گوش میکرد R&B بود، یعنی مثلا نانا بود، از اون دملو، پی دی بی، آره خب اینجوری بود. بعد که من خب خوشم آمد، گفتم که خب حالا که انگلیسی اینا کار کردم ما فارسی کار کنیم، چرا نکنیم.